من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد، وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما برادران عزیز و برادران گرامی، با این روز سید، با این روز عید مسلمان ها تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار تضرعانه خواهش و مسئلتم این است که خداوند همه شما را تا عید آینده صحت و سلامت نگه دارد و باز هم عبادتهای شما را رنگین تر گرداند و همه عبادتهای شما را خدای مهربان و درگاه خود قبول گرداند و در دل همه ما و شما خداوند محبت ذات خودش، محبت حبیبش، محبت قرآن و اسلامش را خداوند باز هم زیادتر جایگیر گرداند و خداوند همیشه در این ملک ما و شما آرامی، آسایشتگی، یکدیگر فهمی را حکمران خداوند نگه دارد. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، الحمدلله که باز به همون ساعتی که جمعه گذشته برای شما اعلان کردیم که اگر خدا ما و شما را رساند، باز اطراف این دوم و یا سیوم خلیفه رسول حضرت عثمان رضی الله عنه با شما صحبت میکنم. الحمدلله که همون ساعت بحر ما و شما آمد و خداوند ما و شما را صحت و سلامت نگه داشت و اگر خدای مهربان باز یک ساعتی دیگر اگر حیات ما و شما را طولانی گرداند، تا یک ساعت من برای شما اطراف این یار پیغمبری خدا، این مجاهد صحبتی میکنم. پیش از آنه که من دوام موضوع جمعه گذشته که اطراف دخترای پیغمبری خدا رقیه و ام گلثوم بود که قبلا اونها در نکاح عتبه و عتیبه فرزندای ابو لهب بود
حکایتی داشتم تا از آنجا برای شما آغاز نمایم. میخواستم هر یک باری که هر یک جمعه‌ای که من از قصه های این حضرت برای شما حکایه کنم، آغاز صحبت از سخنهای گوهربار و قیمتی حضرت عثمان آغاز نمایم. چگونه ای که حافظ، چگونه ای که محدث، مفسر، فقیه، عالم شناخته شده ابن حجر عسقلانی در کتاب خود از سخنهای خیلی قیمت حضرت عثمان جمع آوری کرده است. من از نام این حضرت برای شما سخنهای این حضرت بیان میکنم. ان عثمان رضی الله تعالی عنه قال: وجدت حلاوة العبادة في 4 اشیاء. دوستای خدا، محبان خدا و پیغمبر، حضرت عثمان میگوید من شیرینی عبادتم را تا زمانی که این 4 چیز انجام دادم بعداً به شیرینی عبادتم رسیدم. این 4 کار را انجام دادم، بعداً عبادت ها برای من لذت و مزه و حلاوت پیدا کردند. برادر عزیز و گرامی، ما نیز بندگان خدا امروز عبادت میکنیم. اگر خواهیم که همان لذتی را که عثمان در عبادت های خود میافت، ما نیز اگر انجام دهنده این 4 عمل شویم، از خدای خود امید دارم والله که همون عبادت های ما هم لذت و حلاوت پیدا میکنه. اگر با شرطی که این 4 چیزی که حضرت عثمان انجام داد و عبادت او حلاوت و مزه پیدا کرد. حلاوت گفته شما فهمین که یک شیرینی را میگویند، یک لذت بردن را میگویند. مقصد ببینین یک آدم یک ماشین هم که اگر خرد تماشاش میکند، از زیبایی ماشینش حلاوت میبرد. اگر یک خانه زیبا اندازه، از خانه زیبای او هم خودش حلاوت میبرد، هم تماشابین وقتی نگاه میکند چی خانه زیباست گفته حتی تمنای همون خانه زیبا را میکند. مقصد حلاوت میبرد. یا انسان از فرزندهایی که دارد وقتی فرزندهاش هم که نگاه میکند از زیبایی اونها حلاوت میبرد. اینا میگن حلاوت، اینا میگوین شیرینی. پس عبادت هم حلاوت دارد. ما که حلاوت عبادت نچشیدیم، ما که به حلاوت عبادت که نرسیدیم، تا حال نمیدانیم که عبادت چی لذت داشته باشد. بین عبادت هم لذت دارد، حلاوت دارد، ایمان هم حلاوت دارد. حدیثی هست چی در بخاری، چی در صحیح مسلم، چی در سنن نسائی، چی در سنن ابو داود، چی در سنن ابن ماجه، همه صحیح سیتا روایت میکنند. 3 من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. حتی حبیب خدا میگوید ای بنده های خدا، ای کسانی که امروز شما دعوا دارید که ما الحمدلله مسلمانیم، تا زمانی که اگر 3 چیز در تو نباشد تو حلاوت ایمان نمیچشی. ببین ایمانت حلاوت پیدا میکند تا زمانی 3 کار نکنی. بیا آن 4 چیزی که حلاوت عبادت است و یک جانب میگذاریم، میاییم به حلاوت ایمان. ایمان چه حلاوت دارد؟ چیکار کنیم که ایمان ما حلاوت داشته باشد؟ چیکار کنیم؟ حبیب خدا گفتن راهش همین است: ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکم این که اگر شما خواهید که ایمانهایی که به خدا دارید، همون یقینی که به خدا و به پیغمبر و روز قیامت دارید، خواهید که همونها بیدار شوند، خواهید که شما ایمانداری و مسلمانی تانه حس کنین، تا آن زمانی که الله و رسول او را از پدر و مادرت، از فرزندهات، از رفیقات، از کل آن چیزی که در دنیا داری اگر محبوبتر ندانی، ایمان تو حلاوت پیدا نمیکنه.
بین تا اگر الله و رسول او به سوی تو محبوبتر از تمام آن چیزی که هست. این امروز ما و شما پول دوست می‌داریم، زندگی را دوست می‌داریم، حیات دوست می‌داریم، جان ما دوست می‌داریم، زن ما دوست می‌داریم، فرزندها، پدر و مادر را دوست می‌داریم. اگر پیش از اینها خدا و پیغمبر محبوبتر ندانین، ایمانتان لذت ندارد، ایمانتان حلاوت ندارد. برادر عزیز و گرامی، حبیب خدا میگوید ایمانی تو وقتی حلاوت پیدا میکند که تو از همه دیده برای خودت محبوبتر الله و رسول او را اختیار کنی. اون یک جوانی میگوید نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، همین قیامت کی می شود؟ رسول الله گفتن آمدن قیامت شکی نیست، ولکن ما اعددت لها، لیکن تو برای قیامت چی تیاری داری؟ این جوان گفتن من نه نماز زیاد دارم، نه زکات زیاد دارم، نه روزه زیاد دارم، فقط یک عمل دارم. چی عمل است؟ الله و رسول او را از جان من دیده دوست می‌دارم. حبیب خدا این حدیث انس روایت می‌کند، میگوید حبیب خدا وقتی این سخن گفتن و این سخن از جوان شنیدن، چی گفتن؟ انت مع من احببته. گفتن جوان عزیز، مادام نماز زیاد هم نداشته باشی، زکات زیاد هم نداشته باشی، روزه و عبادت های بسیار هم نداشته باشی، از بس که تو خدا و حبیب او را از جانت که دوست می‌داری، تو روز قیامت همراه خدا و حبیب او هستی. ببین کسی را شما در دنیا دوست می‌دارین، فردای قیامت همراه او هستید. پس چرا برای چی؟ برای خودمان الله و رسول او را از همه آن چیزی که در دنیاست محبوبتر ندانیم. برای چی؟ دویم رسول اکرم چی گفتند؟ دویم آن چیزی که در شما حلاوت ایمانتان بیدار میکند، ان یکون المرء لا یحبه الا لله. رسول اکرم گفتند با کسی بنده های خدا دوستی میکنی، رفیقی میکنی، فقط و فقط رفیقیت از برای خدا باشد. اینجا حلاوت ایمانت بیدار می شود، اینجا شیرینی ایمانی تو زنده می شود و تو حلاوت ایمان می چشی وقتی رفیقیت از برای خدا باشد. دادرای عزیز، رفیقی از برای خدا باشد. وقتی لله کی آمد، از برای خدا کی آمد، پس اینجا منصب، اینجا مالداری، اینجا گویم پدر و مادرش وظیفه دار بودن یا دیگر اینا همه استثناء است، اینا جدا می شود. مقصد ما کسی را که دوست می داریم فقط برای خدا دوست داریم، برای که این مسلمان است، این مؤمن است، این آدمی با تقوا است، به همین خاطر دوست داریم. اینجا حلاوت ایمان ما و شما بیدار می شود. و الا اگر ببینین یار رفیقی در همین حیات شما همه یار رفیقای داشتین، من که از وجود و از باطنی تو درک ندارم، بسیاری شما را رفیقاتون خیانت کردگی است، به خاطر که شما از برای خدا با یکدیگر رفیق نبودین، به خاطر که او یا سوم داشت یا منصب داشت یا گویا فرزند یگان آدمی منصب دار بود، با همین خاطر رفیقی کردی، عاقبت شما جدا شدین. بود رفیقایی که 10 سال 15 سال یک جانان میخوردن، از برای خدا که نبود، عاقبتش به قهرگی، حتی مرده رفتن و قهری رفتن. به خاطر چی؟ به خاطر از برای خدا نبود. پس باید ما رفیقیمان از برای خدا باشد. حتی شما اگر از برای خدا با یک برادری مسلمان دوستی میکنین، الله چی میگفت است؟ یقول الله عز و جل یوم القیامه این المتحابون بی جلالی. کجاست همون کسانی که در دنیا رفیقی کردند خاص از برای پروردگار؟ کجاست؟ این حدیث مسلم است. الله چی میگفت است؟ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواه مسلم. کجاست همون جوان مردهایی که در دنیا به خاطر خدا رفیقی کردند، از برای خدا رفیقی بستند؟ امروز سایگی میکنم در زیر عرش پروردگار که بجز سایه عرش من دیگر هیچ سایه نیست. کجاست همونها؟ در دیگر حدیثی که ترمذی روایت میکند، الله میگفت است یقول الله عز و جل این المتحابون فی جلالی. کجاست آن کسانی که از برای خدا رفیقی کردند فقط بهر خدا؟ کجاست اونها؟ چیکارشون میکند پروردگار؟ لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و الشهدا، رواه ترمذی.
ببین خدا میگوید من برای آن کسانی که در دنیا به خاطر خدا رفیقی کردند برای اونها منبرهای نورانی گذاشتم. حتی پیغمبرها و شهیدها این منبرها را آرزو میکنند لیکن با اونها نمیرسد. برای آن کسانی که در دنیا خاصه برای خدا رفیقی کردند. ببین دویم چیزی که سبب حلاوت ایمان ما میشود. سوم چیست؟ سوم این است و ان یکون ان یعود فی الكفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار متفق علیه. سوم این که وقتی آدم یک دوره جهالت گذرانید، یک دوره کفر و نادرستی را گذرانید، بعدا خداوند وی هدایت میکند. ببین بعد آنه که خدا وی هدایت میکند هیچ وقت دیگر تمنای اون زمان جاهلیت و کفر به زبان نمیارد. همچنانه که نمیخواهد که او را زنده به زنده در آتش پرتایند، چقدر بد میبیند که وی در آتش پرتافتند همون قدر دوره جهالت و کفر و نافهمی هاش بد ببیند. اینجا حلاوت ایمانش بیدار میشود. ببینید ایمان حلاوت داشته، سبباش من برای شما گفتم. از خدا خواهشم همین است که این چیزهایی که سبب حلاوت ایمان ما میشود خدا برای ما بنده های مستضعفش، برای ما بنده هایی که خیلی ایمانی ضعیف داریم، خدا برای ما و شما نصیب گرداند تا که ما نیز حلاوت ایمان چشیم. دادر عزیز برای چه اینقدر بنده های خدا در راه خدا می جنگیدند، شب و روز می جنگیدند؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر آن بود. به خاطر چی؟ به خاطر که قرآن و محمد محافظت میکردن. همش به خاطر آن بود که ایمان اونها حلاوت داشت، ایمانهاشون شیرینی داشت، لذت داشت. حضرت عمر، حضرت عثمان هم چی گفتن؟ من حلاوت عبادتم را در 4 چیز یافتم. حضرت عثمان من از روی این سخنهایی که میگوید شما حکمت دیگرش نظر کنید. از سخنهای حضرت عثمان بها دهند که عثمان کی بود. او حضرت سعدی میگفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ببین تا اگر مرد سخن نگوید علم و ادب و اخلاق و رفتار او را ما از کجا میدانیم؟ وقتی زبانش در سخن میدراید الله که ما وی بها میدهیم که وی کیست. لیکن آن چیزی که حضرت عثمان گفتند اونها فقط به زبان نگفتند بلکه عملا اجرا کردند. امروز من افسوس میخورم که بسیاری از بنده های خدا در همین قوم ما اشتراک دارند، عاشق جمعه هستند، عاشق نماز هستند، عاشق موعظه هستند، لیکن از اینجا میبرایند باز به کارهای نادرست چنگ میزنند. ببین در من تلفن میکنن، اگر سیری شما را مرا فقط به تلفن میگویم که در همون نزد تو در زیر همین صف اول و دوم تو آدم ها نشستگیند داملا جمعت میخوانند، موعظات گوش میکنند، لیکن بازن یک مرد بیگانه زنا میکنند. آخر این چی جای پوشیده است؟ دادر عزیز تو از خدا نمیترسی؟ تو نمیدانی که من زنا او شرب الخمر خرج منه الایمان؟ حبیب خدا میگوید وقتی تو در حالت زنا اگر خدا کند و جان تو را گیرد، منم خدا را میگم تو را در حالت زنا جان تا بگیرد، اگر همون حالت در جان تا گیرد تو ایمان نداری، تو به ایمان نزد خدا و پیغمبر چه خیل میروی؟ نمیترسی؟ از قبر نمیترسی؟ از جقیدن قبر؟ والله که جقیدن قبر حق است، قبر میجقد آدم، تو از جقیدن قبر نمیترسی؟ اینجا حضور داری، جمعه میخوانی، موعظه گوش میکنی، لیکن از حرام های خدا دور نیستی. عیب است، شرم است، عیب و شرم است دادر عزیز. من برای تو دیگر سخت بیان نمیکنم. برای آدم زیناکار در دوزخ چی میدهند بیان نمیکنم، فقط برای آدم دانا یک اشاره بس است. سخنهای حضرت عثمان بیانگری اوست که وی کی بود، وی چگونه انسان بود. محمد صاحب ایرانی خدا رحمتشان کند در کلیاتش میگفت در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیرکه چون از کمان بیرون شود رسوا شود.
آدم جاهل ما از سخنرانیش میفهمیم که وای جاهل است، لیکن آن سخنهایی را که حضرت عثمان بیان میکند ما در عالم بودن وی، در با تقوا بودن وی، در آدم خدا ترس بودن وی الله که قائل هستیم. زیرا آن دوستای خدا فقط نمیگفتند بلکه عملا اجرا میکردند. در چی یافت حلاوت ایمان شد؟ گوش بیاندازیم. یکم اولها فی اداء فرائض الله تعالی. حضرت گفتن حلاوت عبادت، این من عبادتی که شما میکنین، نماز میخوانین، روزه میگیرین، انا همین شیرینی دارد. خدا رحمت کنه در کتابا حاتم عصم روایت میکنن که وقتی وای از نماز فارغ میشد میپرسیدنش در حالت نماز خودت چه حس میکنی؟ بنابراین ما و شما به پروا نماز میخوانیم، خم راست میشیم، بعضی ما طهارت ما تنگی هم که کند میگیم تستر همین نماز خوانیم جان من خلاص شود. فکر میکنیم که خداوند محتاج نماز ما و شماست. حالا نمیدانیم که برای جان خودمان است، با الله به نیاز است. والله که اگر کل دنیا از خدا روی گرداند الله میگوید من غنی هستم، من پروای ندارم اگر کل دنیا از من روی گرداند. حضرت حاتم عصم گفتن چخیل در نماز خواندن چخیل خودت حس میکنی؟ گفت وقتی که در نماز شروع میکنم همچنان تصور میکنم که الله مرا نظارت دارد، بین الله مرا نگاه دارد. ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را همچنان عبادت کن که گویا که خدا را میبینی، اگر خدا را که نبینی خدا تو را میبینه. حاتم گفت من همچنان تصور دارم که خدا مرا نگاه دارد. کدام تو در حالت نماز همین تصور در فکرت میگذرد؟ کدام شما؟ ببین دوم این که بالای جای نماز می ایستم همچنان فکر میکنم که پای من در بالای پل صراط است، یا این زمان می افتم یا زمان دیگر می افتم. سوم آن چیزی که در خیال من میگذرد این است که میگویم که اگر سلام دهم بعد سلام دادن خدا جان مرا قبض میکند. اینقدر عجله برای خود نزدیک میبینم. این گونه فکرهای خوب، این گونه خیالهای خوب کاش که خدا در ذهن ما و شما هم جای کنه. حضرت عثمان گفتن یکم گفتن حلاوت عبادت من در چی یافتم؟ در ادا کردن فرضهای خدا، فی اداء فرائض الله تعالی. یکم فرضهای خدا را همیشه در وقتش انجام دادن. هر کاری که اگر مانع منم که شود اون کار دنیایی را پسی سر میگذارم و به عبادت فرض خداوند نزدیک میشم. یکم حلاوت عبادت ما در انمین یافتم که فرض خدا را از همه کار دنیا مقدم می داشتم. دوم چی؟ فی اجتناب محارم الله تعالی. دوم حلاوت عبادت ما گفت در این یافتم که آن چیزی را که خدا حرام گفته است از او دور ایستادم. چیزی که حرامی که خداوند است. ببین امروز مواد مشهور است، گوشت خوک حرام، همه میدانیم. گوشت خرس حرام، گوشت سگ حرام، گوشت صغیر حرام و دیگر حیوانهای درنده، همه اینا رو میدانید شما. دیگر میگن که عرق حرام، نوشیدنش هم حرام، اطرافش نشستن هم حرام، فروختنش هم حرام، اینا رو همه میدانید. لیکن در برابر این غیبت هم حرام. در برابر این برادری که خدا توفیقش دید من نمیدانم کی هست، زنا هم حرام، زنا هم حرام. در برابر این حسد ورزیدن بالا یک برادر مسلمان حرام، کینه گرفتن نسبت یک برادر مسلمان حرام، دروغ گفتن حرام، خیانت کردن یک برادر مسلمان حرام. اینا هم حرام هستند. چه گوشت خوب چه اینا همش بد برابر هستند. حضرت عثمان گفتند از تمام آن چیزی که خدا حرام گفت دور ایستادم، شیرینی عبادت ما حس کردم، لذت عبادت ما دریافتم. برای همین ما و شما بی‌پروایانه نماز میخوریم، به خاطری که فرضامون در وقت داشته میخوانیم، به خاطری که اگر از بعضی حرام های خدا دور باشیم و بعضش با نزدیک ما و شما. سوم چی گفتن حضرت؟ فی الامر بالمعروف ابتغاء ثواب الله.
ببین حضرت گفتن سوم چیزی که سبب حلاوت عبادت من شد این است که من به بنده های خدا پند و نصیحت کردم فقط از برای خدا. پند و نصیحتم فقط برای خدا بود، یگان غرض، یگان نیت، یگان شرف من نمیخواستم. فقط موعظم از برای خدا بود، فقط پند و نصیحتم برای بنده های خدا از برای خدا بود. چهارم حضرت چی گفتن؟ فی نهی عن المنکر اتقاء غضب الله. چهارم گفت مردم از حرام های خداوند خبردار کردند فقط به خاطر اینکه ترسند از غضب پروردگار. به همین خاطر چهار عملی که انجام دادم، بعد اینها را انجام دادم، عبادتم چی داشت؟ حلاوت داشت، عبادتم شیرینی داشت. دادرای عزیز، چند سال شد ما و شما عبادت داریم؟ چند سال شد الحمدلله ما موعظه گوش میکنیم؟ چند سال شد دروازه های مسجد های ما گشاده است؟ اکنون زمانی آمده است که باید ایمان منم حلاوت داشته باشد، باید عبادت منم حلاوت داشته باشد. اینش ساعت اینش هم آمده است. ما هم تا اگر روی یکی عبادت کردن گیریم، پس اینا در پیشگاه خدا قدر و اجر و منزلت دارند. انشاءالله من جمعه آینده باز از آن سخنهای گوهربار حضرت عثمان باز آغاز جمعه را انشاءالله شروع میکنم. بیاییم به دوام موضوع جمعه گذشته. من از نسب حضرت عثمان برای شما خبر دادم، پدرش کی بود، مادرش کی بود، و دیگر فهمیدیم که هم از جهت پدر هم از جهت مادری حضرت عثمان خویش و تبار حضرت رسول اکرم بوده است. ببین بابای سیمش عبدالمناف رسول اکرمه، بابای حضرت عثمان هم بود، و ارواح مادر حضرت عثمان بابای چهارمش عبدالمناف بود. به این خاطر هم رسول اکرم از پهلوی پدری و هم از پهلوی مادری حضرت عثمان خویش و تبارش بود. روایت ها هر خیل از 5 سال 6 سال از رسول اکرم خورتر بودند. قد میانه داشتند، ریشی کلان داشتند، چهرهشان میگوید کمی زرد بود و در رویهای حضرت کمی آبیله بود. بسیار سینه فهم داشتند. در دوره های همون جهالت و بی اسلامیش هم بسیار آدمی سخی و حلیم بودند. و پدرشان بسیار آدمی دولتمند، بسیار آدمی دارا بودند. عثمان در همون زمانها که علم نویساندن و خواندن خیلی گویم که علم بلند بود و هر انسان اینو گرفتن نمیتوانست، برای عثمان پدرش این شرایط مهیا کرده بود. حضرت عثمان هم میخواند هم مینویشت، زیرا که در روایت ها میاد که بعض وقت کاتب وحی الهی حضرت عثمان بود. حتی وحی که از جانب خدا می آمد به واسطه جبرائیل، رسول اکرم که قلم در دست داشته و نویسانده نمیتوانست، با عثمان امر میکرد که بنویس آن چیزی که من برای تو میگویم، که اینم صفات و منزلت آدمای کاتبای وحی در آیات های قرآن هم آمده است. حضرت لقب داشت به نام ذوالنورین که من برای شما اینو بیان کردم، صاحب دو نور، که این دو نور رقیه بود که ما شما رقیه میگوییم یا ام کلثوم. این دو دختر پیغمبر خدا نوبت به نوبت در دست حضرت عثمان بود که قصهش گفتیم که اینا اولا کلین های ابولهب بودن، که اینجا حکمت بود. وقتی سوره مسد تبت یدا ابی لهب و تب نازل شد، ابولهب فرزندای خود عتبه و عتیبه را دعوت کرد و گفت این دخترهای محمد را ترک سازین، که وی میگوید که خدای من برای تو لعنت فرستاده است، برای تو هلاکت فرستاده است، و این خاطر اگر فرزند من باشین این دخترها را شما طلاق دهید. و اونا همچنان هم کردند. و قصه عتیبهش برای شما نیمکاله مانده بود که این بدبخت بازم آن که هم دختر پیغمبر خدا را طلاق دهد، هم نزد حبیب خدا آمد و گفت ای محمد، گفت دختری تو را من طلاق، من وی باور ندارم
و دیگر این که معراج که تو رفته بودی و تو دعوا داری که من معراج نزد الله رفتم و یا من تکذیب میکنم، من به خدای تو کفر میورزم، من به قیامت تو ایمانم ندارم. این سخنهای داماد پیغمبر این سخنهای ناجا میگفت. چگونه که من برای شما یک برادر تاجیک مانه هم حکایه کردم که ما نیز ناراحت میشویم وقتی که از برادرای همشهری خود و هم ملت خود وقتی میشنویم که ملت مسلمان پیشروی ندارد تا زمانی که اینا 5 وقت نماز میخوانند. وقتی 5 وقت نماز خوانند از کجا اینا ترقیات میکنند؟ این خیلی سخنهای بد است برادر عزیز و گرامی. نماز پیش هیچ کاری دنیا را به خدا نگرفته است، هیچ کاری دنیا را. رسول اکرم از این سخنهای این بدبخت عتیبه خیلی ناراحت شد و در آخر عتیبه آب دهان خود جمع کرد و به چهره مبارک رسول اکرم حواله کرد. مفسرای قرآن میگویند الحمدلله که این آب دهان پلید این فاسق به چهره پیغمبر نرسید، لیکن حبیب خدا دستش برداشت و گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا دعا میکنم از تحت دل تو را میخوانم به این سگی که جانب من روان کردی، به این سگی را از درگاه خودت مسلط گردان. دعا کردند. دیر نگذشته میگوید این عتیبه همراه پدر خود ابو لهب برای تجارت شام رفتند و در یک دیار رسیدند و همانجا شترها را خوابانیدند، گفتند استراحت میکنیم و بسیار تأکید کرد یار رفیق فرزند شکی بسیار محافظت کنین تا که فرزند ما در یگان آسیب نرسد. خواست خدا که بود اگر خدا خواهد هر چیزی را که الله خواهد او را اجرا میکند. بالای اشترها قدی میگوید شب شعر میگوید نزدیک عتیبه آمد و در بین همو پهلوی رفیقاش میگوید و یا پاره ساخت و از بین برآمده رفت. سحر فقط جسدی تکه تکه را یافتند خلاص. بعد از این پلید خلاص شدن این دخترها، این نور چشمای پیغمبر، حبیب خدا اولا رقیه را به نکاح حضرت عثمان در آورد. تا آن زمان کنیت لقب عثمان میگوید ابو عمرو بود. وقتی از رقیه دختر پیغمبر که فرزند یافت به نام عبدالله، لقبش حبیب خدا تغییر داد، تو ابو عبدالله هستی، یعنی تو پدر عبدالله هستی. تاریخ تبری میگوید که حضرت عثمان 11 پسر و 6 دختر داشت. بعد از این وقتی که جنگ بدر شروع شد، اکرجنت حضرت عثمان شامل این جنگ بدر نبود، لیکن حبیب خدا از همون مال غنیمتی که در بدر به دست آورده بود، عثمان هم شاملی همین غزوه بدر خواند، اشتراکچی همین غزوه بدر خواند، برای او هم از مال غنیمت داد. زیرا که حبیب خدا، این حدیث بخاری است، یک شخص طعنه میزند که عثمان در جنگ بدر اشتراک نکرد. جنگ بدر بسیار جنگ وزنین بود دادرای عزیز، پدرای عزیز، جنگ بدر بسیار جنگ مشکل بود. صاحبای تاریخ میگوید در جنگ بدر از جانب پیغمبر خدا همگی 313 یا 314 یا 317 نفر بود خلاص. 2 اسب داشتن میگوید، یکی از زبیر ابن عوام بود، دیگرش از مقداد ابن اسود. همگی 70 شتر که بالای او 3 کس می نشستند. با این قدر نفر، الحمدلله این قصه قرآنی است، کمک فرشته ها حبیب خدا اینجا در غلبه را به دست آوردند. همین جنگ بدر در اشتراک نکردن عثمان سببش در این بود که رقیه بیمار بود، سخت بیمار بود. حبیب خدا گفت از نزد دختری من دور نمی روی، زیرا حبیب خدا میدانست که دخترش تا از غزوه گشته آمدنش جان به حق تسلیم میکنه. حضرت عثمان نزد زینب نشست، نزد رقیه نشست. وقتی اونا در غزوه بودن که رقیه جان به حق تسلیم کرد، حضرت آمدن در حق دخترشان دعا و فاتحه کردند. بعد از آن دختر دوم خود ام کلثوم در نکاح حضرت عثمان در آوردند. حضرت ام کلثوم
9 هجری بود که اینم جان به حق تسلیم کردند. حضرت عثمان بسیار میگد گریه کردند، زیرا که خویش و تباری با پیغمبر خدا قطع شد. بعدا حبیب خدا دید که بسیار عثمان ناراحت است، بسیار غمگین است. گفت قسم به خدا عثمان، اگر دختری سیوم هم که می داشتم در نکاح تو می در آوردم، لیکن افسوس که دیگر دختری ندارم که من در نکاح تو در آورم. همین ام کلثوم در قصه ها می آید که بار نزد حبیب خدا آمد و گفت پدرجان، گفت شوهر من عثمان افضل است یا داماد دیگری تو شوی فاطمه حضرت علی؟ شوهر فاطمه علی افضل است یا شوهر من عثمان افضل است؟ کدامش افضل است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ این بعلک عثمان اشبه الناس بجدک ابراهیم و بابک محمد صلی الله علیه و سلم. چی جوابی زیبای حضرت رسول اکرم به ام کلثوم دادند. گفتند ام کلثوم، تو افضل بودن عثمان از علی میپرسی؟ گفت من برای تو میگویم عثمان در زیبایی و در شکل و در نمود با بابای تو حضرت ابراهیم مانند است و با پدری تو محمد در اخلاق و در زیبایی مانند است. این دلالت بر چی میکرد؟ دلالت بر این میکرد که عثمان البته در مرتبه و در فضیلت از حضرت علی دیده بالاتر بودند. اینم عقیده اهل سنت و الجماعه امین است که اول ابوبکر است، دوم عمر است، سوم عثمان است، چهارم علی است. دوره های خلافت حضرت برآمدن شه حکایه میکنند پیش از آن که به قصه های حضرت رسیم چگونه خلافت از خود کردند. خلافتش میگوید این گونه بود. وقتی حضرت عمر رضی الله عنه تیری دشمن خورد، در حالت خیلی ناگوار قرار داشت، خنجرهای زهرآلود فیروز ابو لؤلؤ مجوسی که به شکم مبارک حضرت عمر زده شد، بعد او حضرت یک چند روز بالای بستر ماندند، 3 روز به مرگش ماندند. تمام اصحاب نزد حضرت عمر آمدند، گفتند عمر گفتند ای خدا داناست، شاید که خدا جان تو را قبض کند. خواهش ما همین است که بعد سر تو کی در خلافت نشیند؟ کی در خلافت؟ تلفناتون خاموش کن دادم عزیز. در خلافت کی نشیند؟ حضرت عمر میدانست که خیلی امپریای اسلام بزرگ شده بود، دیگر امپریای روم شکسته بود، امپریای فارس شکست داده بودند، اکثریت دنیا زیر تسلط اسلام قرار داشت و از این وظیفه خیلی سنگین هر کس هم برآمده نمیتوانست. باز برای این وظیفه را ادا کردن مثل عمر آدم جسور و با غیرت در کار بود. به این خاطر حضرت عمر چیزی بیان نکردند، از روی انصاف چیزی نگفتند، خاموش ایستادند. اصحاب پیغمبر باز پرسیدند، عمر گفتند اگر کسی را تو انتخاب نکنی شاید بعد از سر تو باز نزاع و اختلاف بین مسلمان ها زیاد شود. به این خاطر از تو خواهانیم که ارزنده خلافت دارد. حضرت گفتند از اولاد حضرت عمر همین یک عمر بسنده است که مسئولیت اینقدر بندگان خدا را گردن گرفت. این طی 10 سال خلافت کردم در پیشگاه خداوند. به خاطر این خلافت و این رهبری روز قیامت پرسیده می شوم. همینش برای من بس است. گفت بیایید مرا آزار ندهید تا که من کسی را برای شما انتخاب نکنم و فردا اگر وی مبادایی که از عهده کار نبراید و باز در پیشگاه خداوند من در خجالت مانم.
گفتن ای دوستی خدا، گفتن فقط و فقط پیشنهاد شما بسیار ضرور است. و یکی از اونها میگوید از جای خود خیست. گو من یک خواهش دارم. عمر گو چی خواهش داری؟ گو میخواهم فرزند تو عبدالله در کرسی خلافت نشیند. حضرت عمر بسیار ناراحت شدند. گفتن قسم به خدا این سخنت را از برای خدا نگفتی. من نمیخواهم که فرزند من در خلافت نشیند، هیچ وقت نمیخواهم. از خاندان عمر همین یک عمر بس است گفتم، نمیخواهم گفتم. لیکن برای شما پیشنهاد میکنم. پیشنهادم همین است، 6 نفر را انتخاب کنید. یکم عثمان ابن عفان، دوم علی، سوم سعد ابن ابی وقاص، چهارم طلحه، پنجم زبیر، ششم عبدالرحمن ابن عوف. این 6 نفر شخصانی هستند که تمام مردم مسلمان اینها را اعتراف میکنند، اینها را دوست میدارند و سخن اینها عمل میکنند. از بین اینها کدامی را که انتخاب میکنید مرحمت گفتند. و حضرت یک سفارش دادند. این کرامات عمر بودند. گفتند من که 3 روز بعد از دنیا میگذرم، لیکن مشورت در بین این 6 نفر اگر همگیش یک حسن تفاهم، اگر از این 6 نفر 5 نفر همین گوید من خلافت نمیخواهم، با 1 نفر اگر بخشند بگذار رای خلافت کردن گیرند. لیکن فقط من از یک چیزش ترسان هستم که در مسئله در خلافت نشستن اختلاف و نزاع نورزید تا که دشمنان اسلام از این ساعتهای شما استفاده میبرند. چه نقطه های نظرهای خوب داشتن حضرتان. و گفت همگی انتخاب خلیفه 3 روز دوام کند، 4م روز باید خلیفه در کرسی خلافت نشیند. 3 روز زیاد دوام نکند. تا این زمان سهیل ابن سینان 3 روز مردم نمازش جماعت خواندن گیرد. شما رفته در یک خانه مشورت کنید کدام از شما از این بین که برآمدین مرحمت بالای مسلمان ها رهبری کنید. حضرت بعد 3 روز از دنیا گذشتن و این 6 نفری پیشنهاد حضرت عمر در یکی از خانه های مسور ابن محرمه میگویند آمده جمع شدند. ابو طلحه انصاری را میگوید پاسبان این خانه گذاشتند و اونها را وارد خانه کردند تا که به سر مسئله آیند. طلحه انصاری میگوید من فکر کردم که این 6 نفر از خلافت ناخواه هستند و این مسئولیت وزنی به عهده نمیگیرند. لیکن از داخل خانه آواز اونها بلند شد، هر کدام اون میخواست که در خلافت نشیند. به این خاطر من گفتم قسم به خدا، طلحه میگوید، طلحه انصاری که پاسبانی میکند، گفتم اگر این خیل آواز بلند برای خلافت از این خانه برآمدن گیرد، همون 3 روزه که عمر مرا سفارش داد که خانه را پاسبانی کن، بعد این 3 روز من خانه خود میروم، هیچگاه این خانه را دیگر پاسبانی نمیکنم. عاقبت وقتی بحث و مناظره ها زیاد شد، حضرت عبدالرحمن از جای خود خیست، گفت از بین همین 6 نفر ما باید 3 کس باقی ماند، 3 دیگه ما باید جواب شویم. کی حقش را به کی میبخشد؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص که این فاتح جنگ قادسیه بود و ایران زمین هم شکست دادگی سعد ابن ابی وقاص بود، از جای خود خیز گفت من حقم را به عبدالرحمن بخشیدم. زبیر از جای خود خیز گفت من حقم را به علی بخشیدم. طلحه از جای خود خیز گفت من حقم را به عثمان بخشیدم. ببین 3 کس باقی ماند، عثمان، عبدالرحمن، حضرت علی رضی الله عنه، 3 کس. بعد از آن 3 نفر بیرون شدند. عبدالرحمن گفت، عثمان گفت، علی
کدام تو حقت را در کدامت میبخشیم؟ میگوید خاموشی را انتخاب کردن. پس من فهمیدم که حضرت عثمان هم در خلافت ارزنده هست و خواهان است، حضرت علی هم ارزنده هست و خواهان است. پس عبدالرحمن میگوید به خلاصه آمدم، اگر من کدام از تو را انتخاب کنم راضی میشوی؟ گفتم بله، هر کسی را که از بین ما عبدالرحمن تو انتخاب میکنی بگذار وی در خلافت نشینه. عبدالرحمن گفتم پس من کوچه میبرایم و تمام مردم مسلمان پنهانی آوازدهی میکنن، من نقطه نظر تمام مردم میگیرم، بعدا شما را یکی از شما را انتخاب میکنم. حضرت عبدالرحمن میگوید قسم به خدا میگوید در اکثر مردم مسلمان وقتی من پنهانی از اونا میپرسیدم خواهشی تو به کیست، میگفتم به عثمان است. خواهشی تو به کیست؟ به عثمان است. اکثریت مردم خواهشش به عثمان بودن. از این خاطر میگوید روز همون چهارم نماز بامداد که حضرت سهیل پیش در آمد، نماز مردم خواند، مردم همه را من در مسجد من کردم و گفتم همه تو میدانید که من نقطه نظر همه شما را گرفتم. گفتم بله. بعد میگوید گفتن دستت را عثمان دراز کن. عثمان دستش را دراز کرد، گفت من به تو بیعت کردم تو در خلافت می نشینی. حضرت علی میگوید رضی الله عنه بعد عبدالرحمن ابن عوف اولین آدمی بود که دستش را در عثمان داد و بیعت کرد. گفت منم راضی هستم که عثمان بالای منبر نشیند. ببینید ولی بعضی اختلاف ها هست که گویا که علی بیعت نکردن. این دروغ است و دارد به خدا این تهمت است. این تمام مفسرای قرآن، تمام تاریخ های صحیح میگویند که بعد عبدالرحمن ابن عوف علی دستش را دراز کرد، بیعت اطاعتی در حضرت عثمان کرد. حضرت عثمان ده راضی شدند. حضرت عثمان در نماز عصر برآمد و اولین خطبه خود خواند. اولین خطبه که چگونه که حضرت عمر اولین خطبه خودش برآمد بالای منبر یادتان هست چی گفته بود؟ ای عمر تو همان شخصی هستی که با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. گفت از منبر پایان شد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید که من قدرت داشتم با عمر صحبت کنم، گفتم این قدر مردم برای خطبه تو آمد، آخر این چی سخن بود که تو با نیم مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی؟ ای عمر آگاه باش و فرآمدند. گفت این معنای او را داشت که وقتی من در خلافت انتخاب کرد مردم، نفس من وسواس کرد که ای عمر تو از تمام مردم افضل هستی، تو از تمام مردم بهتر هستی. من این سخن را به خاطر او گفتم که نفس خود من معرفی کردم، نفس خود من نشان دادم که ای عمر تو کی هستی. این شکستن گردن شیطان بود. حضرت عثمان هم بالای منبر برآمد و حضرت خود به خواندن شروع کرد. گفت ای بنده های خدا، گفت مبادای همین دنیا و منصب و مبلغ شما را فریفته نسازد. اولین سخنش از دنیا سر کردند. بین آدم بسیار دولتدار بودن، بسیار آدم دنیادار بودن، بازم این اولین صحبتش از دنیا سر کردند. گفتند مبادای دنیا شما را فریب سازد، مبادای که شما به همین دنیا مغرور شوین، تکیه بر دنیا کنین و آخرتتان فراموش کنین. ای دوستای خدا، گفت در دنیا زندگی کنید لیکن تکیه بر دنیا نکنید. در دنیا خداتان عبادت کنید، خداتان دوست دارید. فقط موضوعش میگوید در خطبهش در باب دنیا بود. و بعد از این خلافتش الحمدلله هم رفتن گرفت تا 12 سال و 12 روز، که بعضی روایت ها حتی کمتر از 12 روز، کمتر از 12 ساله میگویند. همچنان خلافت حضرت دوام کردند. 6 سال همین به یگان جنگ و جنجال، به نزاع و به اختلاف بود. 6 سال آخرش علاکه نزاع و اختلاف ها در بین مسلمان ها شروع کرد که دشمن های اسلام، یکی از یهودی هایی که در لباس مسلمان عبدالله ابن سبا بود، در آمده بود مسلمان ها را اختلاف می انداخت.
مسلمان ها را اینش به اینش دشمن میکرد. لیکن مسلمان که ساده است، مسلمان که زیرک نیست، پیخس این فتنه های دشمن نشدند. انشاءالله من این دوره ها را برای شما جمعه آینده سخن میرانم. الحال بیاییم به یک قصه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، مکه مکرمه را ترک ساختند، هجرت به سوی مدینه کردند. این زمان عثمان همراه عائله خود رقیه در حبشستان بودند. از مکه مکرمه اونها چیکار کردند؟ هجرت به حبشستان کرده بودند. حضرت ابوبکر میگوید بار حبیب خدا مرا در مدینه گفت اولین نفر از امت من بعد ابراهیم و بعد لوط با همسر و عائله خود هجرت کردگی حضرت عثمان است. همراه اهل عائله مکه مکرمه را ترک ساخت، حبشستان رفتند. از اونجا افیوپیا میگیم ما شما. از همون حبشستان وقتی رسول اکرم مدینه در رسیدند، باز حبشستان را ترک ساخت حضرت و به مدینه آمدند. در مدینه بسیار قحطی های سخت در دوره حضرت ابوبکر بود. حضرت ابوبکر وقتی خلافت میراند 2 سال و 6 ماه اگر یادتان باشد کرسی خلافت از زینت داده بود. پیش از آنی که من قصه ای که در غزوه تبوک حضرت عثمان چگونه خدمت کرده بودند، قصه از دوره های ابوبکر صدیق یادم آمد. دوره های حضرت ابوبکر صدیق بود. بسیار مردم قحطی، زمین ها دیگر چیزی نمی رویاندند، آسمان از باریدن منع شده بود، بسیار احوال مسلمان ها بد شده بود. دیگر مسلمان ها علاج نیافتند. نزد حضرت ابوبکر آمدند، گفتند ابوبکر تا بکی این مردم در این عذاب و مشقت گرفتار می شود، تا بکی چاره کی می بینی؟ حضرت ابوبکر با علم کرامات خود گفت ای بنده های خدا، گفت امروز بیگاه همه قحطی از مدینه برداشته می شود. شام از قسم نماز شام قحطی ها برداشته می شود. مردم مسلمان حیران شدند تا شام این مدتی کم چهل ما از قحطی برآورده می شویم. شام بود میگوید که حضرت عثمان رضی الله عنه با 1000 اشتر گندم وارد مدینه شدند. بسیار تاجر کلام بودند. 1000 اشتر، در هر اشتر اگر شما 100 کیلویی را اگر حساب کنین 100,000 تانه گندم وارد مدینه کرد. با مبلغ خود خریده بود، پولدار بود، مالدار بود، لیکن خسیس نبود، بخیل نبود. وارد مدینه شد. تاجرهای مدینه دویدند، پیش رای عثمان گرفتند. عثمان گفتند نرخ و نوا میکنیم. گفتند میلش ما تیار هستیم. گفت در هر یک درهم 50% میدهیم. ببین یعنی در یک سامانی صرف کردگی 50 درهم میدهیم، 50% میدهیم. گفتن نه. گفتن الله که ما با یک کس شرطنامه کردگی هستیم و بیشتر میدهد. گفتن در یک 60% میدهیم. گفتن وای بیشتر وعده کرده است. گفتن آخر تاجرهای مدینه ما هستیم، پولدارهای مدینه ما هستیم، از ما دیده اینجا دیگر تاجر نیست و هیچ نرخ با این 60% نیست در اینجا. این خیلی سودا کیست وای؟ گفت میلش در یک درهم 70% میدهیم. گفتن نه. گفتن کسی هست که در یک 100 میدهد، در یک 100 میدهد. گفتن ما باور نمیکنیم. گو ای مردم مدینه، ای فقرا و مساکین تشنه و گرسنه، همه تو آگاه باشید که همین 1000 اشتری که من از گندم آوردم کلا برای فقرای مدینه بخشیدم. همه اینا من در راه خدا بخشیدم. اینا من نیتم همین بود که با پروردگارم تجارت میکنم. همه تو آگاه باشید. 1000 اشتر گندم در راه خدا بخشیدم. عبدالله ابن عباس میگوید
من همون شب خواب دیدم، عبدالله ابن عباس، همون شب خواب دیدم، در خوابم نگاه کردم پیغمبر خدا بالا یک اسب سفید ترکی، خیلی اسب زیبا بود، در باغهای جنت میدواند، خیلی صورتی تیز. وقتی من حبیب خدا را دیدم، عبدالله ابن عباس میگوید، گفتم ای نور چشم من، ای حبیب خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، آخی من اشتیاق زیارت تو را دارم، کجا به سرعت رفته ایستاده ای؟ حبیب خدا میگوید در جواب من گفت، امشب گفت 1000 اشتر عثمان در راه خدا خیر کرد، از این خیر عثمان خداوند خوشنود شد، خداوند راضی شد و در بهشت یکی از بهترین حورهای جنتی را در نکاح عثمان خدا می درآورد. حرکت من برای این است که من در محفل و در توی عثمان در جنت اشتراک کنم. ببینید من در این محفل، در این توی عروسی که حور را از حورهای جنت در نکاح عثمان خدا می درآورد، من برای او اشتراک می روم. این از فضیلت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود. خدا رحمت و مغفرتش کند. از خداوند من خواهان او هستم، از خداوند مسئلت دارم که دولتدارهای ما را خدای مهربان اقلا حد اقل یک حصه غیرت عثمان نصیب گردان. کاش که اینها هم بیدار باشند، کاش که اینها هم خیرخواه مردم باشند، کاش که اینها هم غم فقیرها و مسکینها را خورند، کاش که مردم ما را از کم بضاعتی و از تنگ دستی نجات دهند. چگونه که غم جان خودشان میخورند، چگونه که برای خودشان استراحتگاه و برای خودشان راحتگاه ها تیار میکنند، در برابر همون غم بیچاره ها و مسکین ها را خورند. انشاءالله این حالت این برای این برادر دولتدار ما هم خداوند در بهشت برای او حور از حورهای جنتی را نصیب میگرداند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من جمعه آینده از قصه های این حضرت باز برای شما حکایه میکنم و این دوست خدا را و این مجاهد برای هر کدام شما انشاءالله شناس میکنم. فقط به خاطر آن شناس میکنم که دادرای عزیز از بعض تهاجم های وجود دارد، بعض گویم فتنه اندازها و بعض شخصانی که میخواهند که نسبت حضرت ابوبکر، نسبت حضرت عمر، نسبت حضرت عثمان بعض روایت های نادرست را به گوش شما رسانند و شما را دشمن اونها تیار کنند، در دل شما نفرت انگیزند نسبت این سه یار پیغمبر. به خدا قسم فقط مقصدم انا همین است که همین فتنه ها و همین نافهمی ها از ذهن شما دور شود و شما را کسی فریفته نسازد، تا که با سبب ناآرامی ما و شما و سبب نافهمی در بین همین جمعیت ما و شما نشد. اگر از ما و شما فرزند باشد، این عقیده را داشته باشد، دادرای عزیز و یا تعلیم کنید و یا آگاه کنید و یا از این خواب غفلت و جهالت بیدار کن که عثمان کیست، عمر کیست، ابوبکر کیست. خدا همه شما را خیر دهد، خدا همه شما را از این عقیده نادرست و غلط خدایا نجات نصیب گرداند. هیچ وقت خدای مهربان دعا میکنیم که این گونه عقیده های نادرست خدا در ذهن ما و شما جای نگرداند. آمین یا رب العالمین.